در شهرک بوستان مرکز نویه مشروع ولایت سوخت در شمال تاجیکستان مقامات در جایهای جمعیتی از جمله در بازار مرکزی این نویه و پشت درهای مسجدها روی خط 160 جوان دعوت شونده را که به گفته مسئولان به رو واسطه از رفتن به خدمت سرکشی میکنند آویزان کردند. در این باره هفته گذشته روز 20 اپریل سال 2023 هفته‌نامه محلی مشعل در صحیفه‌اش در فیسبوک خبر داد، ولی در پی موج واکنش‌ها به این خبر این مطلب از صحیفه مشعل به صورت ناگهانی گم شد. در مطلب نشریه محلی با تکیه به بیانیه مقامات شهر بوستان گفته می شود که در روی خط اساساً دعوت شدگان درج کردیدند که پدرانشان آموزگار یا در گذشته شخص منصبدار دولتی بودند. ضمن دعوت شهروندان اکثر پدر و مادران به هر بهانه از گرفتن دعوتنامه سرکشی می نمایند. مقامات شهرک همچنین گفتند که پدر و مادران آنها عهده‌داری‌هایشان را در نزد قانون اجرا نمی نمایند و گریز از خدمت حربی به شأن جوان پسران نیز نمی‌زیبد و این رفتار آنها مایه بیننگی است. بنا به اطلاع مشعل اخیراً در جلسه شورای هماهنگسازی مقامات حفظ حقوق نویه پرکرور نویه مشروع از رفت اجرای دعوت به خدمت حربی شدیداً انتقاد کرده گفته است سعادت کمیسیون دعوتی چنان قانع کننده نیست. طبق معلومات مشعل در حال حاضر در 6 جماعت نویه مشروع با سبب نبودن متخصص میزهای حربی فعالیت نمی کنند. این وظیفه در روزهای معرکه دعوت به ذمه خود رئیس جماعت و یا معاون رئیس جماعت واگذار می شود. در گذشته موردهای مشاهده شده بود که مقامات محلی روی خط جوانان سن سال دعوتی را به فرودگاه می فرستادند تا از رفتن آنها به مهاجرت پیشگیری شود، ولی در مکانهای جمعیتی از جمله در بازار و مسجدها آویزان کردن روی خط جوانان خدمتگریز در صورت خود بی سابقه است. این اقدام در حالی است که در این شب و روز موسم بهاری دعوت به صف ارتش تاجیکستان ادامه دارد. این معرکه 1 اپریل آغاز یافت و تا 31 می دوام میکند. امسال شهروندان سالهای تولدشان 1996 2005 به خدمت حربی جلب کرده می شوند. وزارت مدافع تاجیکستان اخیراً خبر داد که طی 2 روز اول دعوت بهاری نقشه دعوت علاقه 40% اجرا شده است. دعوت به صف قوه‌های مسلح تاجیکستان در سال 2 مرتبه بهار در ماه‌های اپریل و می و تیر ماه در ماه‌های اکتبر و نوامبر صورت می‌گیرد. هر سال قوه‌های مسلح تاجیکستان تقریباً به 16,000 نفر سرباز احتیاج دارند، اما با اینکه در تاجیکستان تقریباً 700,000 جوانان سن و سال دعوتی به سر میبرند، کمیساریات‌های حربی در هر موسم در اجرای نقشه دعوت مشکل میکشند. به این سبب هر موسم دعوت در جمهوری امرو با شکایت‌های زیاد درباره ابلاغ، یعنی مجبوراً در کوچه بازار یا از خانه و جای درس و کارشان داشته به خدمت بردن جوانان جریان میگیرد.